اگه تا حالا شیربرنج با نمک درست نکردی و ته‌دیگ طلایی شیربرنج نخوردی، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام، امروز میخوام یه شیربرنج خوشمزه و متفاوت درست کنم که هم یه ته‌دیگ طلایی خوشمزه داشته باشی، هم یه وعده غذایی مقوی و سالم. ابتدا برنج شسته شده رو داخل قابلمه میریزم. حالا مقداری نمک و آب بهش اضافه میکنم. قابلمه رو روی حرارت میذارم تا آب برنج کشیده بشه. برنجم که به این مرحله رسید، حالا نوبت اضافه کردن شیر هستش. شیر رو بهش اضافه میکنم و باز قابلمه رو روی حرارت میذارم تا شیر کامل جذب برنج بشه. تا شیر برنج من آماده میشه، اگه تا حالا عضو کانال ما نشدید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. حالا به این مرحله که رسید، در قابلمه رو میذارم و حرارت رو کم میکنم تا شیر برنجم دم بکشه. خب شیر برنج خوشمزه‌ام آماده شد. من با غنچه گل محمدی و کمی سیاه‌دانه تزیینش میکنم. اینم که از ته‌دیگ‌های خوشمزه شیر برنجمون. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایکش کنید.